بله بله برادر عزیزی چیزو به همه معلومه خدا نگهبان باشه ان شاء الله. الماس برادر که دستریم این برادر خارج که زنده باشه برادر، تشکر زیاد و در دیگه مقصد صحبت های آینده به اشتراک نور بیده توی سر. الماس که دستریم برادر عزیزی اپراتین داخلش کن. سلام علیکم امجد خولیگان یک طرفدار رحمانوف. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا الماس سلامتی خوبه؟ تشکر. اکا جمشید زنده باشه، هر دل زنده باشه، تنها با پیش. تشکر. ما خیالم اسم چو همینجا ده پاپاتسانسکی اکا جمشید پاپاتسانسکی فقط. تمام پاپاتسانسکی چیستا پاپاتسانسکی کردن نکنه. بله ما استفاده برای چی برادر از استفاده برای که در بین مردمان بچه‌های یا شاید فهمیشون رو نگاه میکنی، معامله میکنی، سوسو میکنی، همو کسا را نگاه میکنی که همو فضای همو چیه بود، همو زبان هم با فهمیش هم هر چند که نمیتونی او را تو فهمونده برای که زمان عصر شغلکه زندگی که زت مسافر چیدگی اخی نه که باید کاری کنی که امر دلش بیا معامله کنی همو را مقصد یک کم ترک بفهمونیش. همین قدر ما مسئولیت داره که میگیم خیلی پاپاتسانس که چات کار برای ببینیم این هم معنا داره که کانتر موتیوات سمت آدمایی که مثلا همو خیل هستن هم با همو گپ ترک ما برای هم قمیص خود را استفاده کنیم. برادر الماس سلامت باشه برادر، یک تشکر که زنده باشه که دسترین برادر از بیا داخلش کن. خراسان سلام علیکم. برادر السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر خوب هسته تینجی؟ تشکر. همه موضوع شما رو من نگاه کردم. موضوع شما خیانه چه؟ خواهین کیست؟ خوین کیست؟ بله. خوین گفته، ما با فهمش خودم همه رو گفته میتونم. خوین گفته همه آدمای هست که مثلا من خودم رایان نویه خراسان هستم. در ما یک پخش زواد خطایی ها، دویم فرمای گو. همین 3-4 ساعت سهر سوید میتن، 3-4 ساعت بیگاه. اینه که روز تا بیگاه شو تا سهر هم فرمی گو زواد پخش ده سوید هست. ما قدری گو آدمیزاد قدر ندارم. انا خواهیم گفتم آدمایی رو میگن که سوید هست لیکن نمیتیم. بله. باید ما یک کار کنیم که مردم باید ما یک کار کنیم که در درون تاجیکستان یگان شعار قطعی یگان چی بنویسیم، یا برق یا استعفا یا پروست استعفا رحمانوف نمیدونم در یگان صورت پیچت کرده در استعفا همه آدمایی که در سر حکومت هستن استعفا با همه ها. ما چخیل بگم مثال در لبی دریا ما تشنهیم او خورده نمیتونیم از دریا. یا دو روز پس اگر هم که رفتن گیرم یا دو روز پس هم او هم خورده نمیتونیم. بله. من همه رو در شما خاطرستان کردم میگم همه قگل داشتیم. سلامت باشید برادران با پیش. خدا نگهبانت. سلام علیکم. اثبات یعقوب سلام بفرما. حسن موحید فرما. Кто по моим шамановка, блядь. سلام علیکم بفرما. Куда делать? خوب عالی. موحید سلام علیکم. الماس گوش کی را داخل کنی همون را نامش تکراری میگیری بعد میگی اول نامش چه تلفن اوست نیست نه که میبردوریش نامش میگیری میگو گپ زن نامش میگو گپ زن برادر از خیر باشد بیا برادر بعدی را داخل کن. اثبات یعقوب سلام علیکم. انی خواه یک جوه. موحید بفرما برادر عزیز. موحید هم نیست. مهاجر بفرما. سلام علیکم. اکا اوضاع هسته؟ سطح وزه. و علیکم السلام بفرما. برادر شما سوال داشتم. شما همتون آیا حزب نمیشو یکی شما گروه تون بود دیگه؟ برای سوال گروهی داشتم. نه با گروه ما اصلا دیگه همه مخالفان یا اینکه مبارزان همشون یک جای یا کی نه، یعنی یک فکر ده هستن همین یا کی نه؟ همه متفق سرنگون کنیم و بیایم دولت مردمی بسازیم. الماس مرام روزی که اما باشه برادر کوبس کو همین برادر سوال شب تو اخیرا بعد تکو چی میخواد برادر سروسی من نشه الماس باش توفتی کسل مزام نیست های
خب باش من یاردم میکنم برادر چی میگه مقصد جناب اینه که اینا نگاه کنید اگر که مثلا ایشا الله همون دست شد مثلا یگان تا شما سری قدرت که آمدین مثلا پرزیدنت اگر مویدین کبیری شد مثلا مثلا سروازیرش یگان محمد اقبال مثلا در دیگه همین شما هم رنگ اولاد بری رنگ همین اموالی بری همون خیلی میکنید شما باید نه تو آدمای راستای مهاجر برادر از بس برادر از یک پهلو گفتی پیش من برادر از همه وقت حرکت سوال تا دادی جواب شد انتظار شد که از گپی میشه با وقت مکمل سلامت باشه برادر از ببینده فرق نداره اینجا آشکار میگم کدام حزبای گروهای قومای خش تبورای او دوستاشای بعد اینقدر جان فیدیوی ما برادرای من دوستای من پس پرده آشکار میآیه و این کار رحمان و فنی اینمی علاقه ما درکش میکنیم بدونه که ما با خش و تبار زن فرزند و کار نداریم همو دیناستی را که میخواه بسازه بیا دگیرش خشه و کریپیت کنه و مستحکم کنه بازم آیسته ملت غلام میسعود کنه با پیدا میشه جان مردو پرتسنکا شیروی نرکی فرق نداره بارگاه آشکار میگم کدام حزب گروه های که ایکی جای تاجیکستان هم باشه میخیزیم این دفعه رامروف الحمدلله روز تاچم سرنگون میکنیم ترم در هم داخل وطن ای داخل وطن برادر عزیز من در همین سخنم جواب میتم انمی قلبی مدای نیتی مدای من هم عمل میکنم انم را سرنگون میکنیم ما برادر عزیز دفعه حکومت بعد است میاد باید مردمی باشه که خلق آزاد زندگی کنه بگذار برادر عزیز خلق گوش برادر عزیز خلق برادر عزیز خیلی بگیم میلیونری که هر کس میخواد خیلی نباشه مهم آزاد باشه شکمش سیر باشه در خانهش سویت داشته باشه جای کار پول داشته باشه کرمانی رسخود یک زندگی انسانی داشته باشه او کسی که این فکر داره که ما جمع بشیم و میم با یک کار دیگه میکنیم دنداناتونا میرزن رو ساعتش میگی میم بالای ملت ده خطونا پرچوگانو روبر میگیرن بعدا غوراتشون میکنن سوال تگرفتی برادر از جواب شم جوابی سوال تگرفتی تویست گرفتم باید سوال دیگه بسیاری ها میگن که مثلا مهاجرای تاجیک بسیار باید 3 میلیون مهاجر شده فرایل نه همین روسیه هم دولت مثلا کلونای مهاجر داره قرقیزستان ازبکستان لبای دولت مهاجر داره اگر شما بگین همه مهاجرای تاجیکستان فرض میکنیم این همه قدر مردم چیکار میکرده بود تاجیکستان نشی ما فکر کردیم که مثلا 3 میلیون اگر تاجیکستان بره واقعا من تاجیکستان آدم خیلی میگه باش برادر عزیز باش نیوکو در تاجیکستان برادر عزیز ما اوران داریم تیلا داریم الماس داریم سنگای قیمت بها داریم برادر عزیز هزار چیزی هست که این پدنالت رحمان فی کورساود به سعود همون را میکنه خام میفروشش باشه همون خامش هم برادر عزیز این حق ما و شما حق برادرایی که اونمو برادر عزیز در 10 میلیونی که داریم کو بسنده که برادر عزیز که بخره راحت کنه یک زواد و فابریکه بسازه زندگی شبینه شما خیال نکنین که اون 3 میلیون در اینجا موجود داری قشد اروپای قشد انگلیس در قزاقستان اوه چی میشود که همین رحمان رفت همین گاش رفت یا اگه جو میوان میخرن میفهمین برادر عزیز همون وقتی که فرعون سرنگون شد یک قومی که مثلا خطی حضرت موسی بود همون چی گفتن گفت آزاد باشه نه گفت چه خیلی آزادی علاقه بی دیناس یقتی برد ابدکش پدرش باباش غلام پدرش غلام مادرش غلام خش غلام کرد ای همون سترکتور غلام داری نبرامد وقتی که گفته کش پیغمبر که تو آزادی برای کن قفای زندگی چه درک بگیم حیران ماند گفت چه خیلی آزاد هم فرعون مقصد دید که آخی باباش همی خیل اولادش همی آنمی رحمانو خدا سرنگونت کنه که سوال آنه برادر آنمو قصه تاریخی بور علماء در سر ما آمد که تا گجور دل شکسته دل خنک کده مردم که میگه 3 میلیون اوز میگرده میره آن یا یک جا میوان جای خوب خوردنی فکر کنیم برادرها که این بسواد کردن قشر جامعه این نمیای برادر عزیز دل خنک نباش در وطن ما چیزایی هست که با ما مردم از ایبرن فایراد میکنن که در کشور ما کار کنین خب برادر عزیز یکم آخر سوال تنش برادر جان عزیز فرما دعوتون سیاسی میشون
نفهمیدم برادر عزیز. دولت مثلا نگم سیاسی میشه مثلا مثلا خیلی این گوش کن برادر عزیز. همه دولت تو ما فهمیدم برادر عزیز. باش برادر عزیز نکن. همین مردم خودش کدام نمود دولت داره میخواه هم دولت میشوه. مردم هم مساوات نیست. شما باید فهمید که مثلا آدمایی هستن که سوادی مایلش تو بس الماس باش این منطقی بس برادر الماس بس تک این منطقی سوال نیستای. بله برادر از مردم بس سواد نیستای. نه که الان بس سواد و بس سوادش بیا در خانه خودش زندگی کنه زندگیش خودش بسازه. یک خانه مثلا کنه را میخره که خانه سوختگی را میگیری برادر عزیز. اول تی چی نداری؟ نه مبلغ داری نه تکنیکی چی نداری. یا مدت هم جای شلچه پرتای زندگی می کلونکا میکشی بعدا آیسته 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 همون زندگی تا میسازی ترقیات پیدا میکنی. خب ما نمیتونیم گفت که یک گروه بگه که ما خیلیش میکنیم یک گروه بگه خیلیش کنیم. مردم خودش برادر زندگیش مهم سرحدان برادر عزیز تحت محافظت باشه که دشمن یگان جا درآمدن نتونه ما رو خلالدار نکنه. ما نان مربی بخوریم بین خمون آیسته آیسته بسازیم خمونه. خب برادر سلامت سربلند باشین ان شاء الله برادر در دیگه صحبتو با انتظار میمونیم. خدا نگهبانت باشه. خوب زنده باشین. خب الماس که دسترین برادر از کو مرحمت که مهاجر خوش اومدی برادر عزیز. این برادر ما این نیست یا تا انگلیسی نویسته گه نومد امیما میخائیل کارلیو بفرما. میخائیل السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام و رحمت الله. همین برادر الماس یک سوال داشتم. همین جمشید وقتی در روسیه بود پوزیسیون خودش گپ میزد. پوزیسیون خودش زیدی همون دولت گپ میزد یگانچ طلب نمیکرد. سوال با شما الماس همین دولت برادر شما را آزاد کنه زمینوی شما تیا شما ای کار دست میکشین یا که نه؟ نه من یک 2 سال پیش اگر میکرد من دیگه گپ نمیزدم. نه که دیگه خوب میکنه نمیکنه و کاری وای. من уже برنامه خدمت دارم. من تا نیام رئیس جمهور نشم در تاجیکستان مبارزه من پس نمیکنم. میرم و پیش. فهمو. برای که دیگه خیلی گپ نمیشه آخه کنه زمین متین اکم آزاد کنین چی کنین. برای که همین جمشید گپ میزد وقتی همین تویرده بود گپ میزد یگانچ طلب نمیکرد. من میگفتم که این برادر ممکن یگان ماشینش گرفتن یگان چی یگانچ طلب نمیکرد گپ میزد آزاد در همین روسیه بودن. جمشید پروستا برمده دیده که مردم از ظلم دوره رحمانوف برمده گپ زد. اخی انسان گرفتگی چیزی رحمانوف اخی آدم نگرفته. اخی کی الماس همون خودت که گپ زدی ما خیال کردم که شما همتون جبر دیده این. من خیال کردم زد شد اما جبر دیده نیست برادر عزیز. آدمای هستن که واقعی اگه کارش که نیست رحمانوف داشت وظیفه‌اش پر لگت که اما پروستا دیده که مردم ظلم دوره امروز برو اومده گپ زده است. این همین مقصد شما کاندیداتوراتون در همون پارتیا شده نه تاجیکستاندا؟ بله. پارتیا بعد وایتون چیزه پارتیاتون ده؟ همون رویشتون چیستون؟ کدام وای سوهده؟ لیبرال، دموکرات؟ آزادی و عدالت. ما میخواهیم که در تاجیکستان 24 ساعت سوی داشته باشه مردم. میخواهیم تا سین 18 ساله 500 سومانی بگیره. میخواهیم که 50% مهاجر را کم بکنیم. چخیلی که رحمانوف گفت که 600,000 ایکو برای 300,000 تاجیک باید من جای کار در همین 4 سال رئیس جمهوری باید بسازم. جای کار تامین کنین؟ بله. 500 سومی برای چی میتین تا 18 ساله را امیر؟ برای چی؟ برای که چوه دیگه دولت ها میتین نگاه کده برادر عزیز. من درباره همین چیز یک کن تره گپ زنم روشن کنید. همین حکومت میگه که حکومت نه چاپلوسا میگن که همین شما چی خدمت کرده در همین دولت که میبروی که گپ میزنه. من کنش نگم خدمت نکردم در این دولت به من چی داده؟ مکتبم داده، سویتم داده، دانشگاهم داده، چیم داده که امروز حکومت من چیز طلب میکنه. من میخوام در نظام بیارم که یکم برای فرزندای ملت بتیم بعد ای فرزندای ملت طلب بکنم که
بچه‌ها من شما را کلون کردم خوندم دخترت بپل بود مکتبت بپل بود اگه امروز بیا در یک معاشی که معین بیا در دولت خدمت که من این نظام میخوام برادر عزیز. اما مردک هم 30 سال پیش گفت که من یک برادر تراکتوریست دارم ایش که ندارم من عباد میکنم با نشوه که فریب کنیم و الماس باور کنیم. برادر عزیز اگر اومدم فریبتون کردم من رحمانوف نیستم. من سودیا را من انتخاب نمیکنم. سودیا باید عادل نباید باشه. سودیا بیاد من اگر سود کنه تمام مردم بخیزه بگه که برادر الماس تو همیشه در این همیشه وعده دادی آورده ما تو رئیس جمهور اونجا تو همین کارا بد نکردی چه خیلی خودت وعده دادگی در پیش سامانی برای کشالم کنی. قبوله؟ قبول. بسیار فکروی روشن. جمشید برادر خودت چی فکر داری این مسئله ده؟ کدام مسئله ده برادر عزیز؟ همین مسئله که الماس گفت فکر خودتون بیان کنید. من با بسیار مقصد فکر نظر الماس هرچند در صف مبارزه من راضی نیستم برادر عزیز. از تجربه مبارزه خود میدونم که الماس اولی بسیار جوی هست که نباید او گپ بگه نه طلب کنه و نه پیشنهاد کنه. اولی مسئله هست که من راضی نیستم خطی برادر الماس نه که او معنی را نداره که الماس دشمنی میگه. من دشمن الماسم. برای چی؟ برای که در میدان سیاست در میدان مبارزه در میدانی که با مردم آشکار صحبت کردن گپ زدن ما وقتی که اومدیم در پهلوی برادر ایدورای زیلا شروع کردیم بود کارو برای بگیم نافهمایی کم فهمایی تجربه کم بود حاضر فکر میکنم میبرم همون صحبت ها هم روزو را تا او روز دیگریش. برادر عزیز اگر که برادر الماس حاضر هم ایدئولوژی در سرش و پیشنهاد به مردم میکنه و حکومت طلب میکنه و چی میگه ای همین شروع که نکنه نه روان نمیرسه با او قلایی که امروز مردم را زیادتر بفهمه و درک کنه. خب وقت تجربه نشون میده که آهسته اگر که هدفت پاک باشه برای خدمت به وطن و ملت باشی روز ساعت شما رو برادر از آشکار میگم که همین الماس یک گپای زاگی خودش چه خنده میگیره نه که او معنی رو من الماس ابا برام پریکول کنم بخندم که یک گپ شما در اوج الماس پازیسش چند بار ایواز کرد اخی پازیسش ایواز کرد.